بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکت برق تاجک نمیتواند مبلغ برق را پرره دریافت کند. این اظهارات بار دوم است که از زبان رهبران شرکت برق تاجک صدا می‌دهد. این سخنهای رئیس شرکت برق تاجک که 6 ماه پیش بیان داشت. کاربری رفته شده است که در روزهای نزدیک قرضداری با پورگی پرداخت کرده شود. ولی با گذشت نیم سال وضعیت تغییر نکرده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلار قرضش در آغاز سال تا حالا تنها 5 میلیون دلار را پوشانده است. قرضداری نسبت پرداخت حق برق شرکت کارگران 28 میلیون دلاری را تشکیل می‌کرد. اما مرحله با مرحله در نظر است که در روزهای نزدیک از جانب شرکت برشنا این مشکل‌ها حل کرده می‌شوند و صادرات انتقال مبلغ به شرکت برق تاجک عملی می‌گردد. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه امسال تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. نرخ 1 کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده می‌کنند. نمایندگان برشنا گفتند در یک نشست خبری مسئله را شرح می‌دهند. آنها پیشتر گفته بودند که تحریم بانک‌ها سبب این حالت گشته است. تحلیلگران افغان میگویند مسئله باید هرچه زودتر از راه حل شود. موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش میرسانه. افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری میکنه و در یک معامله تجارتی طرفین باید از معاهدات خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به اون طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه در اون صورت معامله از بین میره. مشکل در پرداخت مبلغ برق به تاجیکستان در حال است که وزارت انرژی ازبکستان گفته است شرکت برشنا پول برق سال گذشته را پرره پرداخته است. کارشناسان نزدیک به مقامات میگویند صرف نظر از پرره دریافت نکردن مبلغ، تاجیکستان با 2 دلیل نمیتواند که انتقال برق را به افغانستان قطع کند. اول اینکه تاجیکستان بجز از افغانستان بازار دیگری ندارد که برقش را فروشد. دوم اینکه تاجیکستان در فصل تابستان برق زیادتی دارد که باید آن را به یک کشور بدهد. در عکس حال مجبور است که آب را از آبانبارها بیهوده پرتاید. به هر حال کارشناسان تاجیک و هم افغان تاکید میکنند که وضع فعلی نمیتواند سالها طول کشد و افغانستان باید از راه پول برق تاجیکستان را پردازد. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.